السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران أهل اسلام، درودتون بر شما باد. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. برادران مهربان، برنامه ما شما معلوم است که ما در یک ماه قرار داریم، ماه شریف رمضان، ماه مبارکت، ماهی است که اولی این دهه ما رحمت است. دعا کنیم که امروز روز اخیران دهه بود که ما دهمی تراویح خواندیم. خداوند ما و شما را و تمام مسلمان های روی عالم را از رحمت خود سیراب گردانیده باشد و یک جای ضروری است برای شما اینکه مابین رمضان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و اوسطه مغفرة. امروز روز می‌دراید برای ما و شما که روزی دهمی مغفرت است که خداوند که بی‌نهایت بخشنده مهربان است در این دهه مغفرت حرکت کنیم که ساعت و لحظه و وقتهای اینها را استفاده بریم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می‌فرمایند کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. همه فرزند آدم البته اشتباه گناه می شود و از او گناه صادر می شود و بهترین انسان ها جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که او شخصیت هایی هستند که از گناه خود پشیمان می شوند، در حال توبه می کنند. ببینید که نگفت که بهترین انسان ها نمازخوان‌ها یا روزه‌گیرها یا این هستند. ببینید بهترین انسان ها همون انسان هایی هستند که از گناه خود پشیمان می شوند و باز می گردند به سوی الله مهربان و توبه می کنند. برادران، این روزها از همه روزهای مناسبی که برای ما و شما هست این دهه مابین رمضان است که 10 روز مابین رمضان امروز روزهای برای ما و شما به حساب تسعت باید ما و شما از گناهان خود پشیمان شویم و توبه کنیم و این دهه مغفرت ما و شما را نصیب بگرداند. ببینید برادران عزیز که وقتا که روز یکم ماه رمضان آغاز شدن ماه رمضان اگر ما و شما مشاهده کنیم از بسیار انسان ها و برادران گناهکار، من هم که در این منبر شیشتگی اگر باشم، من یکمین گناهکار هستم که منم که باشم در نمازهای فرضی به مسجد نمی آمدم، در نماز خفتن حاضر نمی شدیم. حالا آن که برادرم قادر جان هر نماز خفتن و شام در همین جا بودم. این ماه با برکت ماه بزرگ همی که وقتی که آغاز شد بسیاری از برادرهایی که او اشتباه کردند و گناه کردند پشیمان از گناه شدند، همه بیدیم که گشنه از سحر تا بیگاه گشنه میستند و باز بر خانه خدا و مسجد همه جمع می آیند. پشیمان از گناه شدند و احساس بودند که در حقیقتا آنها در عبادت سست هستند، در نماز روزه سست هستند و از روز یکم آغاز ماه رمضان بعضی از برادرهایی هستند که دستهای پاک میکنند، کارهای مزمین دارند. میبینید که مثل همین روز جمعه صفهای مسجد پر شدگی هستند، پر از نمازخوانها هستند. از این مشاهده میکنیم برادران. البته اینجایی که همه شما حضور هستید، حضور دارید، شما روزه‌دار هستید، شما در صف نمازها هستید. اینها را با او برادرهای کاری دیده شده است، دهه مغفرت است. و برادرهایی که روزه را نگرفتند و برادرهایی که در صف نماز نیستند حرکت کنند از همین روز هم باشندیت کنند در این دهه مغفرت تا که این را از دست نتیجه. خداوند متعال می‌فرماید استعیذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. الآیه صدق الله. ای آن کسانی که ایمان آورده اید
یعنی صاحب عقل و خیرت هستید. شما ایمان آورید به الله. بس توبه کنید به سوی الله مثل چه توبه نصوح. اگر برادران در توبه ما اگر توبه نصوح باشد، در توبه نصوح 3 شرط لازم است. خداوند اون را از ما و شما قبول نمیکند، نمیپذیرد. توبه ما و شما یکم این که برادران وقتی که انسان گناه میکند از گناهش درهم پشیمان شود و باز بگردد به سوی خدا و قصد کند که دیگرباره این گناه را نمیکند. سیوم شرطش که هرگاه تا که در ذهن و فکرش آن گناه زد پشیمان شود و دست و پاش لرزه بگیرد به سوی او باز نکند. 3 شرط لازم است. باید امروز در این دهه مغفرت همین 3 شرط در توبه ما و شما دیده شود. بعضی از برادران هستند توبه میکنند، وقتی که توبه میکنند باز همون گناه دیگه باره میکنند، 3 باره میکنند، یا که توبه میکنند وقتی که همون گناه در فکرش در ذهنش میزنند. وقتی اینو فراموش نکنید برادران عزیز، وقتی که انسان از گناهی کردگیش در ذهن و در فکرش میزنند پشیمان میشود، ناراحت خودش حس میکنه، دست پاش لرزه میگیره از ترس خداوند. همین یکی از نشانه‌های قبول شدن توبه است برادران. بعضی‌ها در فکرش میزنن به همدیگر میشینن در چندین مجالس و معرکات ششتگی هستیم که بعضی برادرها هستن میگن با همون وقت پیش بیام، همون سون در جیبت ماشین در تکم برام کم تا راحت کنم. با از همون گناه‌های کردگیش با حسوس خورده شده است برادران. حسوس هست در این میشود. باز او کجا شده از دست رفت، یا دوری که میخوده رو میگشته در ماشین سوار میشده قطعی و فلان گناهان رو با تکرار کردن میگن این باز یک گناه دیگر است. باید وقتی که گناه در انسان در فکر و در ذهن زد پشیمان از آن گناه شد، بعد گناه اون انسان یعنی نزد خدا پذیرفته میشود. یک جای دیگر از مهمترین نکته‌هایی که برادران عزیز برای شما میخواهم بگویم از حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که مشاهده کردن انشاءالله. البته اگر شده که همه ما و شما روزدار باشیم، همه ما یک صورت روزدار نیستیم، از همدیگر فرقیت کلان داریم. بین بعضی برادر هستند که روزه البته که از سحر تا غروبی یعنی تا شیشتن آفتاب نمیخوریم، نمی‌آموزیم، نوشیدن و خوردن منع هستیم. نه که با روزداری است که از روزدار دیگری تفاوت فرقیت کلان دارد. این وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند برای اونها؟ گفتند که ای الصائمون اعظم اجرا؟ قال اکثرهم لله ذکرا. برای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که یا رسول الله کسانی از روزدارها پاداش و اجر ثواب زیاد میگیرند؟ گفتند که همون شخصیت هایی که ذکر خدا را بسیار کنند، همون شخصیت هایی که در ذکر خدا را بسیار کنند، اطاعت خدا را بسیار کنند. البته بین ما و شما امروز فرقیت کلان در دیگر برادران مشاهده کرده میشود. همه ما روزدار هستیم، نه که افسوسی در افسوس که بعضی برادران رو ببینیم که بیا در ماشینش باشیم بریم در لینتا بگردیم، یک دست ساعت بگردیم وقت ما بگذرونیم، یک تلبور سنتر بریم یا اشرم بریم یا لینتا بریم یا یک دور جای دیگر بریم بگردیم، یک دو ساعت میگردیم در دریا او بزرگ میگردیم، از مغازینا را تماشا میکنیم، وقت میگذره خودت حسیات نمیبری. بینید که برادران بعد اینو چیکار میکنن؟ همین خیلی بین خودشون گپ میزنن و میرن و تماشا میکنن. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا که در بازار میشینن فقط از این تلفن ها هم یکی از نعمت الهی است. اگر ما برای راست را استفاده بریم میشینن که فقط از سحر تا دیگر در بازار از این تلفن ها فقط کلیپ های استفاده میبرن، کلیپ هایی که آنها در این ماه رمضان باور که برادران عزیز او را گناه است تماشا کردنش. از این تلفن هایی که هستن اگر برای راست و درست استفاده بریم این هم چیکار میکنیم؟ از همون انسان های در حساب بریم که چی جناب رسول الله گفتن که آنها بسیار ذکر میگن. تلفن تهوی کجا، پلنشت تهوی کجا، یک حدیث از احادیث جناب رسول الله عرض بکن یا که او را با تمام لفظ برآمدگی است، چی ازبکی باشد، ترکی باشد، تاجیکی باشد، داغستانی با تمام لفظ
یعنی هم تفسیر و перевод همش برآمده است که یک حدیثی را از خود کن چی به او عمل بکن یا یک ذکری را زیادتر بکن یا طاعت عبادت زیادتر بکن در این ماه. ان همون شخصیت بین اینو حتی امروز مشاهده کرده میشن بعضی میشنن سحرخی میکنن نماز بلند از خواب قضا میشود یا که بیاید خواب میکنن پیشین هم قضا میشود عصر هم قضا میشود در این ماه بزرگ در این ماه رمضان. برادران عزیز بین روزاداران فرقیت کلانی هسته چون نشود که ما از همون روزادارایی باشیم که وقتی خدا در یک جایگاه گذرانیم که از چی تا که وقتی ما بیکار بگذرد. و دیگر مهمترین نکته که من برای شما میگم وقتی ما امروز جان نکته اساسی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند در حدیث مبارکشون که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه رمضان با ایمان و امید ثواب و اجر اگر روزه بگیرد گناه یعنی گذشته او همش مغفرت کرده میشه. او گناهایی که از او صادر شده مغفرت کرده میشه. برادران فقط ما و شما میتونیم که بگیم که ایمان همون انسان هر یک کس میتونه در ماه رمضان خودش تصدیق کنه که ایمان او ضعیف است یا کامل. فقط ما رمضان برای خاطر خدا بگیریم. امروز از بسیاری برادرایی هستن که من شنیدم که میگن چه خیلی روزه نگیرم که زن روزه‌دار اثری میخیزه زن روزه‌دار من عزم میکشم روزه نمیگیرم. نشود که برای خاطر زن از زن عزم بکشید از خانواده‌ها عزم بکشی و اثری بخیزی بگیری از او گرفتن و نگرفتن خاطر که گناهکار میکنه. بعضی انسان‌هایی هستند که روزه را میگیرن برای کارخونه در کارخونه که یعنی میگم همه در کارخونه روزه‌دار هستند و روزه‌خوار هستند. ایزو میکشند. یا بعضی برادرایی هستند که میگه اگر روزه در بازار برم که بسیار دیگران میبینن. نشود که روزه به خاطر این باشه. اگر نیتی ما هم که باشد از این دهه گشت توبه کنیم پیش دهه مغفرت است توبه کنیم صدقا نزد الله و این 20 روز دیگه‌اش برای خاطر خدا روزه بگیریم. بسیاری از برادرها هستند باور کنیم برای خاطر خدا نمیگیرن. برای خاطر اوی میگیرن که در بازار او را یک کسی اگر بخواه ازور میکشن و در برای کارگرایی که در اون کارخونه کار میکنن روزه را برای خاطر او میگیرن یا روزه را میگیرن که فرزندش بچهش خسته است روزه گرفته است دیدن مشاهده میگیره میگه که بچه روزه میگیره پدر دیوشه همین روزه میگیره من دیگه ایزو میکشم میخزم خاطر روزه را میگیرم شنیدگی هستیم با خدا پسند برای خاطر فرزندش روزه میگیره که از فرزندش ایزو میکشه. مرگ همون جوانی که از زنش ایزو بکشه از کارگرش ایزو بکشه از عمله‌ای که در بازار کار میکنه از او ایزو بکشه از خدایی که او بینیمت بخشنده بیرون است 99 مراتبه از پدر و مادرش در طرف بسیارتر دوست می‌دارد. او خدایی که این روزه را برای ما کرده برای سلامتی ما هست. برادران عزیز هر یک سری که امر کرده برای سلامتی ما و شما هست. این روزه برای ما و شما این خداوند محتاجی نیست که ما نخوریم و نپوشیم یا که ننوشیم. محتاج این نیازمند به این هم نیست. اگر ای برادر جان روزه را برای خاطر کارگر برای خاطر خانواده برای خاطر کارگران گرفته باشی امروز بگرد توبه برای خاطر خدا بگیرش و از این دهه اخیر باید استفاده بریم جان من یک سر را گرفتن در حساب زندگی می‌رود. برادران جان فقط همین نعمت برای ما بس است که خداوند ما را مسلمان خلق کرد. ما را صاحب ایمان داد که امروز ایمان ما را یک دکته می‌زنه به مسجد می‌بره. من این از مشاهده زندگی خودم میگم. برادران همه اگر کمتر ایمان را اگر کامل باشه باید تحصیل کنند. خداوند رحمت کنه گذشتگی همه شما را که من یک ماه شده بود که بیمار بودم در بیمارخانه خواب کردیم 2 بار اپیلس جراحی خوردیم و یک مرد موسفید کلان در بر من خواب سر او را یعنی جراحی کرده بودن 1.5 ماه در همون قلط خواب بود. بعد قصه کوتاه که نقل کردن گفت که من 2 فرزند داشتم بازی اون خانه‌ها را خریده نمی‌شد 2 فرزند دارم که من رو از جان بسیار دوست دارم. در وقتی که سیوز بود من دیدم کوارتیر گرفتم 1 خانه گرفتم یا 3 خانه گرفتم. من خودم که در خانه خشتوان زندگی میکنم
بسیاری از این ملت ندیدن که وقتی که زن میگیرن خونه خسته رو خشتومانش میرن. من نخواستم که فرزندای من خطی خشتومانش رو زندگی کنن. من خونه گرفتم، او را خونه دادم و از خطی زنهاشون در خونه زندگی کنم و خیلی خونه زمینی کنم. یکنی باشه در بانیسته سحری موقع بدادم بگیه وقتی که منو میخونم و یا میخونم با پیش از خوب رفتن میدونم. یک روز زنگ میزنم، گوشت نگردم، زنگ میزنم آیله شد. الان میگم درگاه سستو چاسپتی بیاد. من بسیار یاد کردم. ما اینجا از هیچ کمبودی نداریم. برای ما خراب میتونیم، ما پیش از خوب میتونیم، همین فقط میخوام یاد ایدار کنم. گفت پکنی کرده پاپوژی نبیدی. سپیتم تلفون شکرد. کام طرف چند واقعا سوکن. بچه کانونیش زنید. بچه کانونیش هم همین گپی اولش زد. دیمیش زد. یا کنی مهدر برنیسا خوب است. نه زن رفت نه فرزند رفت. دو فرزندی که او را سویدن کرد. الحمدلله که من در بانیسا خوب دم. نه پدرم، نه مادرم، نه برادری که در همین جا بود رفت در همون برادری که اساسی که ایت پدر مادر بود نبودن و او ایمانی که خداوند ما را مسلمان خلق کرد برادرم اینجا شما را قرار نداد در دل شما کناکه همون ایمانی که در ما هست خداوند را برای ما و شما داد کناکه را زیر کردن خادر جون در یک روسیه بر میرن دامون نهیم برادران هم را میزنن زنگ میزنن از بانیستان آمده بعضی برادرای بیکنه بدن میگه برادر خواهشمون رو بخش که نرفتم این روز تره ای برادر جان همون ایمانی هست که خداوند برای اطاعتش کرده است همون تره به قرار داده است ولکن او ایمانی را که برای او بنده ای که دوست نداشت برای او عطاش نکرد پدری خیچه خبرگیری نمیرود نیست او ایمانی که کلاکه نظیر کنه که او بنده من پدری تو خوب است نمیره از بیمارخانه خبرش بگیری یا زنش یکنی باشه از خبر نگرفته است خشا بر حال شما برادران این دهه مغفرت است دستها برادران کرده دعا کنیم نزد پروردگار همین برای ما کفایه میکند همین نعمتی برای ما کفایه میکند که خداوند ما به شما را مسلمان خواهد کرد باور کنید من در مدرسه خوردم بعد فهمیدم که ایمان من ضعیف است حالا ایمان من کمتر کاملتر شد که همین برای من پروردگار را کفایه میکند که من مسلمان خواهم کرده که من در اونجا بدم این برادر مسلمان مرا تنها نگذاشتم خداوند همه شما را از رحمت خودش تیرا کرده باشد خداوند در این دهه مغفرت گناهان همه ما شما را بخشیده کنه و در آخر بعضی برادرهایی هستند که دعا طلب هستند دعا کمیت که از برادرهایی که اینجا گفتن نام شبگیر فرستن حکیم خزی غفیره در حکیم دعا کنیم از برادرات خداوند یک برادری که پدر مهربانش زشتگی به دست مادرش بیمار است و ایشان کاری هم کرده حکیم که پدر زشت دادن او و حکیم حسین هم که برای ما و شما معلوم است زیاده از چند سال شد اینم 99 مرتبه ما گفتم پدر از پدر مادرش در پروردگار و داندش دوست می‌دارد این هم که باشد به حکمت است این برادرم زیاده از چند سال شد که فرزندش بیمار است و اگر دایات باشد رفتیم خون سپاریدیم این روز سفرکی دارم و شهریه که تری بود اینجا انشاءالله وعده کردن که بیان انالیزاش رو بگیریم ممکن که سبب هم باشند انشاءالله این دکترها معجزه‌های الهی هستند سبشان دعا کنیم و مقصد در این مهم بزرگ که اول این پدر مهربان مغفرت فرماید این مادری که بیمار است خدا شکر رحمتش فرماید و پدر این خدا حکیم روشش رو با خوش قبول گردد و سفرهای نکرد حسین پروردگار سفری با خیر گردد سفری که این سفر سبب شفای فرزند این برادر بگردد و خداوند این برادر عملی با برکت با خیر فرمان مسکن شد و از آب یافتن گمان باشد و تمام بیماری‌های روی عالم اسلام پروردگار شفا بدهد و تمام گناهکارهای تمام عالم مسلمان‌ها را در این دهه مغفرت گناهان آنها را مغفرت فرماید توبه آنها را در گوش قبول فرماید همه شما برادران عمر با برکت و خیر می‌فرماید روز روزیت و زیادتر گناهان و از عذاب یافت همه ما و شما را نگهبان باشد اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله